رسول خدا گفت کدام زنی که طلب کند رضای زوجش را در رمضان الا ولها ثواب مریم و آسیه، خداوند با او زن ثواب مریمه مادر عیسی علیه السلام را عطا میکند. که مریمه مادر عیسی مرتبه این ببین که تا کجا هست. کدام زنی که در ماه شریف رمضان به شوهرش خدمت کنه، البته که به هر یک اون زنی که طعام تیار میکنه یا که از نصف شب میخیزد چای طعام تیار میکنه، هر یک قدم و حرکت دست پای جنبیدگی اون مادر ده خدا اجر ثواب عطا میکنه، گناههای او را بخشیده میگرداند. خصوصا زنها و مادرها آگاه باشند، نصف شب خیز به خاطر بیاره که به خاطر خدا میخیزد، طعام تیار کند، دسترخوان کشاده کند، بعدا شوهر و دختر پسرش بیدار کند و نزد طعام حاضر شوند. هر یک لقمه که میگیرند از اون آبنان او ثواب اجر ثواب با او زن میرسد. هر یک حرکتی کردگی دست پای او زنده خدا گناهی او را میبخشد، ثواب در نامه اعمالش درج میسازد برای اون مادری که رضای شوهرش بجوید. و آسیه، ثواب مریم و ثواب آسیه را خدا برای او زن عطا میکند.